سلام دوستان. سلام به گیجاواشی عزیز، امیدوارم که حالتون همیشه خوب باشه. امروز ولاگمون متفاوته. فردا عید قربونه و مادر بزرگ مجتبی مثل هر سال قراره گوسفند قربونی کنه. جان چی کردی؟ و اینکه ما هم الان میخوایم وسیله‌هامون رو جمع کنیم بریم اونجا. مجتبی قراره با آقا جونش بره گوسفند بخره تا فردا صبح موقع اذان که میشه انجام بدن این کارو. صبح زود. آره پدر شوهرم بیاد صبح زود اول تنور. عزیز هر سال عادت داره که گوسفند قربونی کنه. پولش هم هر سال یه قلک میگیره. تو اون قلک هر روز صبح آقا جون پول میندازه تا موقع عید قربون میرسه. این از این عید تا اون عید سال دیگه. بعد پول جمع میشه میاد گوسفند میگیره. مأمور خرید گوسفند. حالا به مشتاق میگم داره میره براتون فیلم بگیره گوسفند بخره. اینم جنجاله. بیا تو رو قبول کنیم. و این دو تا بچه هم که میبینید بچهای خواهر مجتبیان اون سری تو ولاگ 13 به در پرسیدین. الان دیگه بچه‌ها خیلی این دست چیز شده دیگه. الان خیلی انجام نمیدن. ولی با به خاطر ماموزو که دیگه دوست داره این کارو و همیشه هم موقع عید قربون میشه میپرسه گوسفند خریدین نگرفتین چیا کردین چیا نگرفتین کیلو چند شده کیلو چند این دیگه میپرسه. ما دیگه به خاطر اینکه خودش هم راضی باشه دلش دیگه واقعا دیگه چش میگه نمونه دلش ما براش میگیریم گوسفندو. بله بریم که یه گوسفند خوب بگیریم براش. حرفی نداری؟ یا ایگه بکن. اوگو یا سه کلیه به او تو گازم گرفتی که من با تو دیگه خوب نیستم. تو گازی نگرفتم. فکر نکنم از این به بعد با این حجم گرونی ها تورمی که داریم گرونی ها مردم گوسفند قربونی بکنن. والله یک کیلویی 330 تومن داره حساب میکنه. کم نیست که الان یه گوسفند چند کیلوه؟ الان گوسفند باید قربونی کنین دیگه کم کم باید دیگه 28 کیلو باشه دیگه 30 کیلو باشه. دیگه کمتر حالت توی کمتر از اون دیگه دلت قربونی بکنی آقا یبون. آخه والله ها گوسفندا اینجا انگه. آره زیبا. آقا یه دونه خوب جبران چیز بکن جدا بکن. خوب داری گوسفند جدا کن. نره بده. سوالشی برای گوسفند. آقا عبدالله بیا. بیا اینجا بیا اینجا. بیا گوسفند اینجا امتحان سوالشی. بیا. چیز سری باشه داری. آخ خوشگله. 30 کیلو. خوب. 30 کیلو دیگه. 29 کیلو. حالا. آقا هم خوبه تو خوش بمون. خوبه. باقی داره زیبانی ده نگاه بکنه. نه بله. نه داجا. خوبه ده. چی؟ خوبه دیگه آقا. خوشگله شر نداره خوبه. خوبه. الان شیرمست. اوشون سال خورده. یعنی یک سالیه. خوبه نه. آدم ری. ساعتی ماشین که خراب کردی؟ نه بذار میگم ماشین بده ببرم. بابام بفرست. ماشین؟ بده من نکنم. عینک. خونه خدا آجونا. موتور بده من نکنم. من دیگه اون خوشگلش کن. بس داده خوشگله کدن داری. خوبه؟ آره قشنگ. برای داخل دیگه بس. آره. الان بفرستم. الان بریم دیگه با ما بیاد. ماشین داده دیگه. بستم. آقا بزاد ما اگر رفیقای گل ما عجب همیشه بغا دادی ولا کنه اصلا پره الان اومدیم دست باشو بستیم
ایوان خدا دلم برای سوخت سرنوشت به تو دریا همش به خورده بشی این که نیا کن وصیت بکن کله باشه خوبی در میای تو بچه ها ببینید کی اینجاست آقا جانیار ما جانیار دیدی گوسفندو قشنگه چیکار بابا باید سرشو ببرن آره دلت نمیسوزه میگه نه آره مرسانا میگه گناه داره تو چرا میگه گناه نداره دست تکون بده براش بگو بابایی من اینجا بگو بابایی بگو خوبی بگو گشنت نیست بگو غذا میخوری آره حرف میزنه باباییه جانیا بابایی چی میگه میدونی چی میگه صدای چیه چی بکنه ماشین پلیس چیکار میکنه آخه چه بچه عاقلی هستی بابایی چی میگه قیافه بابایی تعجب کرده ما رو دیده اگه بدونی بابایی جان صبح چه بلای قرار سرت بیاد اونجوری ما نگاه نمی کنی بچه ها اینم از عزیز خانوم ما که گفتیم نظر هر سالش گوسفند میگیره بزدی پسرت بزدی پسرت پسر من گلو پسر جان پسر بذاره دعای عزیز همیشه همینه بچه ها ما بچه داشته باشیم عزیز چرا دست و پای گوسفند و حنا میذارین؟ ها؟ خسته شدی؟ حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل دست و پای حنا بنابو خواه سر حنا بنابو دست و پای حنا بنابو کسی انجا قربانی بکنه چشمت دو بست دست و پای دو بست خانجره بنا ندیریم گوله سر نبندی هر چی بگو بندی شیطان یک به آقا تو چقدر آدم زد آقا تو چقدر ساده‌ای تو زگه که قربانی کدن دیگه به خاطر چی سنگ گره تاو دیگه که برای لعنت با شیطان سباره کار کنه دوباره کار کنه سباره سری چه گسوند با امر خدا هیه نه پاک کن کفم پسر بلا کنه گسوانده بگیره نظر که تو بگویی چی نظر با بگویی نظر بگو زایدش چیزی نظر بگو خدای خود زای بدنه خود رایش قربانی بکنه من خداوند برای امتحان من زای بده پسر بیان کار کنی اونم داشت انجام میده چون خداوند قول بده و کسی کار بکنه که خداوند بگو نه دیانا قولیه بس خود گسوان فادامه که خود زگه بیلا کنی چی عزیز؟ مجدوه جان خواه چه گلو پسر بده که به حق همه شب عزیز گسون به هینا قربانی بود بجا هر شب برای ما دعا میکنه که مثلا ما یه بچه بیاریم خدا جان دوست داری عزیز بچه مشتبه رو ببینی؟ هم به خدا خواه بیا ما رو بگر یا نر بیا نماز صبح به خدا همیشه نماز صبح دعا کنه نماز صبح دعا کنه میزاکنه هموطنه میزاکنه دعا کنه بچه ما از خونه عزیزینا اومدیم دیگه گفتیم دیگه شب اونجا نمونیم بابا اینا هم گفتن صبح میریم برای قربونی مهمونای عزیزمون اومدن میخوایم بریم بیرون فقط ببینید دختر خالم چه تیپی زده نارنجی به من رفتم لباس پوشیدم بعد گفتش که یه شال سبزم داری گفتم آره گفت بذار
گفتم که چرا؟ گفتش که شبیه حویج میشی. بعد خودم رو نگاه کردم راست حویج لاغر این دو تا لاغر میکنه. وقتی میگه توپ این داره با ما تویی میکنه ستاره. دیگه تابستون و رنگای شاد بپوشین. فقط اینو ببینی، فقط اینو ببینی که نه رو من به مبینا گفتم حتما بگیر به خاطر این در ماشین رو که باز کرد بوی زباله گفتم آره ماشین نیست که آشغالیه. بعد بچه ها میره کار باش اجازه نمیده که من تو ماشین بشینم. اون سری صدا رفتیم باغ توت فرنگی پام گل شده بود تو پام پلاستیک انداخت گفت بیا تست اشغال خدایی. نه اینا رو باید نگه داریم مشخص بشه که خوردیم. اون سری رفتیم باغ توت فرنگی به من پلاستیک داد گفت تو پات می‌خوای میشینی چون ماشین دادم کار باش وگرنه پیاده میای نمیای مام. خیلی این کارش بد بود دیدم ویدیو رو من خیلی حساسم. این رفتار عادل بد نیست که حساس نیست رو ماشین ولی الان بری ببینی دقیقاً انگار ما تو زباله میدونی یاد کی میاد کجا رفته بودی تا زیر پات همه تخمه بود. زیر پا بوده. ببین حیفه. این بچه‌ها چقدر لاکچری رو می‌رفتن دور. ولی همین الان نگاه کنید زیر پای منم پر تخمه. دروغ نگو. تست اینا مثلا به ندرت پیش میاد بیشتر اهل تو. واسه چیز رفته بودیم بازی من فکر کردم دوباره اینو چقدر تشنه شده بود بیچاره آب نبود اونجا که یه آره البته اون آقا وی آی پی رفته بود قسمت وی آی پی وای اصلا عکساشو من میدیدم فیلماشو اون توش بعد عادل اینو عرق همه خیز لباسش اون وی آی پی اینجوری گوشی هم برمی‌داشت هر یه بیسی من دو دستش بود از بالا به خیلی بال بود. ما امروز به مبینا زنگ زدیم گفتیم که اگه هستین بیاین با هم دیگه بریم یه جایی حالا دیگه نمیدونم کجا می‌خوایم بریم فعل بدايه ما کلا هدف نداریم زمانی شب حتی خود اصلا موضوع دیگه تموم نمیشه جاتش که داریم رانندگی نمی‌کنیم همیشه مجتمع زحمت رانندگی رو ایران نره یه جا میریم نزدیک قول میدیم. بازی هم شور و حال شهرداری رو فقط ببینید چقدرم شلوغه. بریم شام بخوریم اصلا میشه می جوانه برای آوردیم می جوانه برای آوردیم خیلی شلوغه بچه ساعت 12 شبه فقط ببینید انگار 6 غروبه. اصلا من نمیدونم بیام نیام بزن مثلا ماشین رو نگه می‌داشتم تو بیای وایسا ترسیدم تو از ما خب فکر کنم اینجا قراره بریم من تا حالا نیومدم مجتبی و مبینا که خیلی تعریف میکنن. بریم ببینیم که چی داره سفارش بدیم. تو میخوای چی بخوری؟ من همین سوخاری ها خوبه ولی پیتزاش هم فوق‌العاده است خیلی خوشمزه است. اینم منو جوان فود. من پیتزا دوست دارم جوان فود دیگه. جوان فود جوان فود پیتزا باش بده فلوریدا با برگر ترکیب میکس هم جامبون و گوشت برگر ترکیبی داره توی همین فلوریدا. نه برگر نه نگاه کنید مبینا چی دوست داره؟ اون رو باتون بخوره دیگه سینه اینجا میگیریم همین استفاده هم میگیریم سیداری میگیریم خب بگیریم آره فقط مایی که با خودمون مسائل بازیمون هم آوردیم اینجا وقتش نیست تا پیتزا آماده بشه چایی میخوریم میریم ماسوله به خاطر عادل خیلی علاقه عادل دیگه حال ایجاد ماسوله من خیلی دوست دارم واقعا نمیدونم چرا بدت میاد. آره فقط به شرطی که شب بمونیم برنگردیم. چرا راش طولانیه برام؟ راست میگم من حال بگم دوستای عزیز دلتون نخواست سیب زمینی
قارچ سوخاری. چه سفارش دادید من باهاتون نبودم؟ قارچ سوخاری، پیتزای میکس. قارچ سوخاری. دیگه شنسل سوخاری، نمیدونم دیگه همه چیز سوخاری. من اینجا واسادم همسر چون میدونه دوست داری چیزایی که تو نگه داشتم امانت داری کردم که اینا بیام. آره چیزایی که تو دلت میخواست و برای سفارش داده عزیزم. خیلی. تو برگر تو گرفتی، گوشت تو گرفتی. نه دیگه. نگرفتی؟ چرا؟ البته. بیا بخور. پیتزاش سیب زمینی و سوخاریشو خوردم. خیلی خوشمزه بود. بچه‌ها واقعا عالیه، پیشنهاد می‌کنم حتما بیان. خیلی غذا با کیفیت، اخلاق عالی. مردم دار مشتری. آره مشتری مدار. اینو ببین این پیتزا نمیخوره بچه‌ها. خیلی وقت پیتزا نخورده بودم و هوس کرده بودم. بچه‌ها میشناسید دانیالو؟ کسی هست که نشناسه؟ جوان باید شناسید؟ خواننده دیگه از خواننده‌های دجیک گیلان. مشتاق شعراش همیشه میخونه. بخوری. خیلی خوشمزه است. خوبه پیتزا؟ آره همش عالیه. با من اینم کوچولو رو برداشت. بچه غازمون بچه‌ها بعد شام چایی بخوریم چاییه برای هضم غذا. ما گیلانی‌ها این چیز داریم بشوره این میشوره میبره. نمیدونم چرا اولش اونجوری با هیجان میخوریم و بعد هم باید یه چیزی هم با چیز میگم که بود هم برمیگیره همونه. نه میخواستم بیارم گفتم شاید قبول نکنیم. واقعیت بازی کرده بودیم برمیگیره بخوریم دیگه خب بچه ها ساعت 3:30 3:30 که نه نزدیک 4 دیگه. ما تازه اومدیم خونه، کلی بازی کردیم همونجا، حرف زدیم، خندیدیم و اینکه ستاره اینا هم دیگه رفتن خونه، گفتن دیر وقته و فردا کلی کار دارن. صبح باید بیدار شیم یا نه؟ نه صبح دیگه بیدار نمیشیم. گفتم یعنی مامان زنگ زد گفتم بابا بره خودش دیگه سر ببایی رو ببره. ما فردا ظهر میریم خونه عزیزی. من بیشتر به خاطر اینکه عزیز خیلی دوست داره، واقعا دوست داره، علاقه داره و سر همین دیگه ما مثلا هر سال میریم این کار انجام میدیم، ولی اون سر بریدن دوست ندارم ببینم. منم اینجوری دلم میسوزه برای بباییه. و یکی از دلایل اصلی که من گوشت گوسفند زیاد نمیخورم به خاطر همینه که هر سال ما گوسفند قربانی میکنیم، خب مثلا دلم نمیاد گوشت مثلا گوسفند بخورم. واقعا همین. شاید نظر خیلی ها مثلا عادی باشه، میگه خب چیه مگه گوسفند میبرن که بخورن دیگه، ولی ما چون میبینیم شما اون گاو هم میبینیم میخوان سر ببارن نمیخورین، چون مثلا عموشینا همه باباشینا گاو و اینا دارن، بعدن اگه بخوان سر ببارن مثلا گوشتش رو چیز کنن و اگه ببینن دارن سر میبارن لب نمیزنن گوشتش. خدا همیشه باشه داره مدت نخوری. خب بچه ها امشبمونم به خوشی گذشت. امیدوارم که از این ولاگ لذت برده باشید. مثل همیشه لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا ولاگای بعدی خدا نگهدار. خدا نگهدار.